قرب رسمی دلار ایالات متحده آمریکا نسبت به سامانی در یک ماه اخیر 1.5% پایین رفته است. آن اگر یک ماه پیش 10 سامانی و 90 درم بود، حالا قرب $1 آمریکایی تا 10 سامانی و 74 درم پایین شده است. بانک ملی تاجیکستان در یک شرح کتبی این رقم را نام برد و آن را با فراوانی دلار و تقویت روبل روسی بستگی داد. بانک ملی همچنین کاهش قرب دلار را یک پدیده موسمی نامید. اما برخی از اقتصاددانها افت دلار را به افزایش داد و گرفت با روسیه به واسطه روبل و هم کاهش نرخ یک بشکه نفت از 94 تا 77 دلار پیوند می‌دهند. از نظر آنها این روند برای اقتصاد تاجیکستان پیامدهای گوناگون دارد. هم طرفی مثبت دارد، هم طرفی منفی دارد. طرفی مثبتش آن است که قابلیت خریداری پول ملی زیاد می‌گردد. از نقطه نظر سرمایه‌گذارانی که به تاجیکستان سرمایه گذاری میکند به اقتصادیات ملی پس شدن نرخ دلار به کم شدن هوسمندگردانی آنها میگردد، چون که با $1 کمتر اشیا میخرند، کمتر مزد مهنت میتیند. آن لایحه‌های اینوستیسیونی که و یا تطبیق میکنند در تاجیکستان با آنها کمتر فایده می‌دارد. معمولا در تاجیکستان هر باری که قرب دلار ایمیا بالا رود، تقریبا همه مال و محصولات و خدمات گران می شود. بنابراین شهروندان منتظرند که حرکت برعکس باید سبب کاهش و نرخ و نوا گردد. آیا چنین شده است؟ در وقت سودا که میکردیم و میکردیم همین با دلار همش بود، خیلی هزی دلار نیست. نکفیسیت که همه چی هم خاله. یکون کم بودی وای نشده، ولی پست هم نشده وای هم نشده. دلار بالا بره نرخ بالا میره، اما وقتی پایان بیاد نرخ پایان نمیاد دیگه. بازار رفتم و یگان تغییرات ندیدم. پایان شده باشه امیدواریم که ارزانه میشه. با وجود آنکه مقامات تاجیکستان وضع اسعار خارجی را به تقویت پول ملی نیز ربط می‌دهند، به صورت عموم بازار پول تاجیکستان از قرب روبل و دلار و یوان چین بستگی زیاد دارد. بنگاه آمار تاجیکستان اول امسال نیز از برتری کامل داشتن واردات و صادرات خبر داد که نیز به بازار پول تاثیر عمده می‌رساند، ولی اهالی گرانشوی محصولات را صرفاً به قرب دلار نسبت می‌دهند، هرچند این خلاصه سطحی از طرف تاجران پهن و نهادینه شده است که نرخ مال خود را به خاطر فایده بالا می‌برند.